سه نژاد گربه که برای اولین تجربه سرپرستی پیشنهاد نمیشه. 1. پرشین. گربه‌های پرشین خیلی محبوبن چون چهره بانمک و آرومی دارن، اما نگهداریشون برای تازه‌کارها آسون نیست. چشماشون زیاد اشک میریزه و باید هر روز تمیز کنین تا دچار عفونت نشن. اغلب به خاطر صورت فلتشون ممکنه مشکل تنفسی داشته باشن. بعضیاشون هم ژنتیکی ممکنه دچار بیماری‌های کلیوی بشن. 2. اسکاتیش فولد. با اون گوشه تا خوردش خیلی خاص و بامزه است، اما تا شدن گوش‌ها به خاطر یه مشکل ژنتیکی در قضروف هاست که ممکنه باعث درد و مشکلات مفصلی بشه. برای کسی که تازه کار باشه، تشخیص این مشکلات، مدیریت یا حتی هزینه دامپزشکی میتونه خیلی سنگین باشه. 3. اسفینکس. گربه‌های بیمو اسفینکس خیلی خاصن، اما نیاز به مراقبت خیلی ویژه‌ای دارن. چون مو ندارن و پوستشون چربی تولید میکنه، باید هر هفته با شامپو مخصوص ببریش همون. به راحتی دچار آفتاب سوختگی یا سرمازدگی میشن. حساسیت‌های پوستی یا عفونت‌های پوستی هم بینشون رایجه. برای شروع سرپرستی بهتره نژادایی انتخاب کنی که نگهداریشون ساده‌تره و مقاوم‌تر هستن، مثل گربه‌های بومی، DSH و DLH ها یا بریتیش شورت هیر. اینطوری تجربت هم راحت‌تره هم لذت بخش‌تر. با ویکر دنیای گربه‌تو کشف کن.